خداوند شاهد است که من نسبت فریدون ارزش تبریکات یک توی فرزانه خورشید که 40-50 دقیقه رو در بر میگیرد برابر به 35,000 سومانی است. چقدر گویم هم شعر نر شعر میدان همین خیلی است که همین شعر میدان انتخاب نگاه نمیکنه. به فروش گذاشته است. اسم عطر فرزانه خورشید. سلام علیکم برادران. خیلی که میدونیم ما فقط یک کمپانی رکلام میکنیم، کمپانی بخا. برای ای سرحد گذشتن دکمنتاتون تمام شده که برادر خاص میتونه که زنگ بزنی پشتی هر روز رس داره. یک کم تجربه کارش بسیار زیاده از 10 سال میشه که در این گرانیسو سر کار داره. به کم بودی تا همین روزا یگان شکایت نیست. این یه ویدیو موندگیم همو برادرایی که هر روز کانال ما میروند برادر بابا وریای ان شاء الله برادر تامین نمبر رو دیدی زنگ بزنید مو گبزه هم ارزان میکنه هم برادر بابا وریای. فرزانه خورشید با یک پسر از خودش خرد اویله برپا نموده است. چقدر گویم هم شعر نر شعر میدان همین خیلی است که همین شعر میدان انتخاب نگاه نمیکنه، همین خلوچ میکنه. نرخ او در توی ها چقدر است؟ این و دیگر خبرهایی که امروز زیر زبان مردم چرخ میزنند به شما پیشنهاد خواهیم کرد. فرزانه خورشید دختر خردی پریمادونا استرادای تاجیک سوریا قاسیمова و خواهر ستاره آسیا، اروپا و آمریکا شبنم سوریا که 33 سال دارد و سالهاست که روی صحنه هنرنمایی میکند، گرد نامش همیشه هر گونه اوضاع‌های راست و دروغ چرخ میزند. فرزانه خورشید با سرودی در نهان دارم میان مردم محبوبیت بیشتری پیدا نمود. و تا امروز با پیشنهاد 10 آلبوم برگزاری کنسرت ها در داخل و خارج کشور هواداران زیاده دارد. فرزانه خورشید سال 2015 با آوازخوان دیگر تاجیک فریدون خورشید اویله برپا نمود و صاحب 2 فرزند، یکی زکیه دیگری محمد خورشید شدند. اما اینجاست که چرا یک بار مناسبت گرمی این 2 آوازخوان سرد شده آنها از هم جدا شدند. فریدون در یک مصاحبهش در برنامه ناگفته های آرزوی سیف نخواست بابت این مسئله گفتگو نماید، زیرا فرزانه ازدواج دومین فریدون بود. بسیاری ها در آن مورد حرف می‌زدند که فرزانه خورشید سبب ویران شوی زندگی اولین فریدون خورشید گشته است. اما فرزانه خورشید در یک مصاحبهش فریدون را بهترین شخصیت دانسته رشکش و جانب فریدون را گناهکار کرده او را سبب جدا شویشان می‌داند. فریدون حرفهای فرزانه را نه غلط و نه درست می‌داند. او میگوید یک زن است، مرد باید از زن فرق کند. فرزانه خورشید در مصاحبهش با بردین صبوری نسبت به فریدون خورشید گفت که خدا شاهد من بجز از دوستی دیگر با فریدون یگان احساسات ندارم. خداوند شاهد است که من نسبت فریدون غیر از آنی که وی پدر فرزندای من است یگان احساساتی دیگر ندارم. او را به آن خاطر احترام می‌گذارم که پدر فرزندانم است. فرزانه خورشید همچنین میگوید با یگان از تن هنرمندان بجز از فرزندان و اویلم دوستی نمی کنم. همه رو عزت حرمت می کنم ولی با کسی رشته دوستی ندارم. او همچنین از ازدواجش با یک شعر نر قصه کرد و در تلفن موبیلیش که معلوم نبود عکسی کس برای برنامه مردی با اویله برپا را نشان داد. فرزانه خورشید شبنم سوریا و مادرشان سوریا قاسیمова بابت خیرخواهی و کمک رسانیشان به مردم دوستداران زیاد دارند. آنها 10 معرکه های شخص نیازمند را رایگان گذرانیده به چندین یتیمان و بی‌پرستاران کمک های خود و به بی‌جاماندگان خانه تقدیم نمودند. ما چه خیلی پولدار شدیم. با شما ترسی به دست آوردن پولی با برکت را میفهمونیم. در اول باور نداشتم وقتی نزدیک کنم گفتن که کار در فابرلیک ما را پولدار ساخت. توجه کردم در ترازوی عقل برکشیدم که در حقیقت خواهش باشد کار هم می شده است و پول هم می اومده است. بی پول از شدن نویس شدم. طریق واتساپ بارها رو پیشنهاد کردند. انتخاب نموده برای خط دوستانم فرستادم. یکی دوخی خرید، دیگری شامپون. از جای نشست پول کارکنی رو یاد گرفتم. شما نیز از زمان عقب نمونید. واتساپ در روی اکران. ارزش تبریکات یک توی فرزانه خورشید که 40-50 دقیقه رو در بر میگیرد برابر به 35,000 سومانی است. جدایی ها به من زودتر رسانش سبز به ناز می آید محرم راز می آید. فرزانه خورشید این حال در تاجیکستان کار و فعالیت دارد. سال گذشته سرود جام نارنجی او میان هواداران و
дӯстдоронаш маҳбубияти бештаре пайдо намуд ки миллионҳо нафар дар шабакаи ютуб ин сурудро пайгирӣ намуданд. Ногуфта намонад ки Фарзонаи Хуршед соли гузашта атри худро ки дар Фаронса бо маслиҳати беҳтарин атрсозони ҷаҳонӣ пешниҳод шуда буд ба фурӯш гузоштааст. исми атри Фарзонаи Хуршед шаде аст ки арзишаш баробар ба $80 амрикоӣ аст. инчунин пеш аз ин хоҳарбузурги Фарзонаи Хуршед Шабнам Сураё атри худро бароварда буд ки арзишаш баробар ба $110 амрикоӣ буд. арзиши гарони атрҳои онҳо ба сифати баландашон рабт дорад.